بازارهای مالی که سالها به عنوان سازوکارهای آزاد و مستقل شناخته شده‌اند، در عمل با چالش‌های جدی در زمینه دستکاری و کنترل پنهان روبرو هستند. در سال 2018 بانک بزرگ جی پی مورگان به پرداخت 920 میلیون دلار جریمه به خاطر ثبت سفارش‌های جعلی برای دستکاری قیمت فلزات گرانبها و اوراق خزانه‌داری محکوم شد. این اقدام که به اسپوفینگ معروف است، قیمت‌ها را به نفع این بانک تغییر می‌داد. همچنین در سال 2012 بانک‌های بزرگی مانند بارکلیز و UBS به دستکاری هماهنگ نرخ بهره بین بانکی جهانی یا لایبر متهم شدند. نرخ تاثیرگذار بر تریلیون‌ها دلار قرارداد مالی. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بخش عمده قیمت‌گذاری دارایی‌ها به ویژه در بازار مشتقه تحت کنترل گروه محدودی از مؤسسات مالی به نام معامله‌گران اصلی است که رابطه نزدیک با بانک‌های مرکزی دارد و حالا بانک مرکزی انگلیس هشدار داده است که هوش مصنوعی می‌تواند بحران‌های مصنوعی و سودآور برای نهادهای بزرگ مالی ایجاد کند به قیمت زیان سرمایه‌گذاران خرد. آیا بازار واقعاً آزاد است یا بازی از پیش تعیین شده؟